افزایش تلفات ملکی ناشی از حملات مرگبار اسرائیل اشغالگر بر نوار غزه. تعداد شهدا در نتیجه تجاوزات رژیم صهیونیستی اشغالگر اسرائیل بر مردم بیگناه فلسطین در نوار غزه از تاریخ 7 اکتبر سال 2023 تا کنون به 65174 شهید و 166071 زخمی رسیده است. وزارت بهداشت غزه گزارش داده است که تا 16 جولای 2025 دست کم 58573 شهید و حدود 139607 نفر زخمی شدند. همچنین وزارت صحت نوار غزه در گزارش آماری روزانه‌اش درباره تعداد شهدا و زخمی‌ها در نتیجه حملات اسرائیل اشغالگر بر این نوار را اعلام کرده است که شفاخانه‌های نوار غزه طی 24 ساعت گذشته 33 شهید و 146 زخمی را دریافت کردند. همزمان با این ارتش اسرائیل اشغالگر گفته است که در چند هفته اخیر تقریباً 500,000 نفر از شهر غزه آواره شده اند. این در حالی است که کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد چندی پیش رژیم اشغالگر اسرائیل را به نسل کشی متهم کرد و این اتهام بر اساس شواهد جمع‌آوری شده از حملات گسترده و بی‌وقفه اسرائیل اشغالگر بر نوار غزه، کشتار غیر نظامیان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، محاصره انسانی و ممانعت از کمک‌های بشردوستانه مطرح شده است.